سرعت کامپیوتر و لپتاپت پایینه چون دکمه توربو سی پی یو تو فعال نکردی. لایک رو بکوب، بریم سراغ آموزش. برای افزایش سرعت کامپیوتر و لپتاپت باید از حداکثر ظرفیت سی پی یو استفاده کنی. حالا چیکار میکنی؟ دکمه های پنجره و آر رو میزنی تا کادر ران واسط باز بشه. در این کادر این عبارت رو یعنی ms config رو تایپ میکنی و دکمه اوکی رو میزنی. در این پنجره سیستم کانفیگوریشن وارد زبانه بوت میشی، گزینه ادوانس آپشن رو انتخاب میکنی و گزینه نامبر آف پروسسور رو بر روی آخرین عدد قرار میدی که برای من عدد 20 هستش و اینجا دکمه اوکی رو میزنم. مجددا دکمه اوکی میگه یک بار سیستم ریستارت میشه و شما از حد اکثر ظرفیت سی پی یو خودتون استفاده میکنید. اگر دوست دارین تا این آموزش رو به صورت متنی واسهتون در دایرکت ارسال کنم، فقط کافی این ویدیو رو لایک کنین، سیو کنین و عبارت ویندوز رو زیر این پست برای ما کامنت کنید.